میدونی جالبه، مغز ما همش دنبال راحتیه. هر بار که میخوای کاری رو انجام بدی یه ندای درونی بهت میگه بذار بعداً انجامش میدم. اما امروز قراره یه هک ساده ذهنی رو یاد بگیری که هر کاری رو دوست داری مغزت به راحتی انجام بده، حتی وقتی که انگیزه نداری. مغز ما برای بقا طراحی شده، نه برای رشد. هر کاری که جدید و ناشناخته باشه براش تهدید حساب میشه. واسه همین وقتی میخوای یه کار جدید شروع کنی، مثلا ورزش، مطالعه یا ساختن عادت، مغز مقاومت میکنه تا انرژی ذخیره کنه. ذهن تو به تغییر حساسه، اما یه راه ساده هست، بهش میگن قانون 20 ثانیه. یعنی کاری که میخوای انجام بدی رو اونقدر ساده کن که شروعش کمتر از 20 ثانیه طول بکشه. مثلا به جای اینکه بگی میخوام برم ورزش، فقط بگو میرم لباس ورزشیمو میپوشم. مثلا دوست داری فردا صبح ورزش کنی، از شب قبل لباس ورزشیاتو در بیار بذار کنار در. یا دوست داری روزی 30 دقیقه مطالعه داشته باشی، کتابتو از داخل کمد در بیار بذار روی میز غذاخوری. اینطوری یعنی شروع 20 ثانیه آسون‌تر. مثال واقعی، میخواستم تولید محتوا رو شروع کنم. هر بار مغزم میگفت بذار فردا، ولی با قانون 20 ثانیه گفتم میرم فقط دوربین رو روشن میکنم. همین حرکت کوچیک باعث شد مغزم بفهمه شروع کردن سخت نیست. حالا دیگه خودش کمکم میکنه ادامه بدم. پس دفعه بعد که خواستی کاری رو شروع کنی نگو باید انگیزه داشته باشم. فقط کافیه 20 ثانیه زمان بدی و کارتو شروع کنی. مغزت خودش بقیه مسیر رو طی میکنه. اگه از این مدل ترفندهای ذهنی خوشت اومد سابسکرایب کن، چون این تازه اولشه.